حالا با توجه به این توضیحاتی که بهتون دادم شما متوجه شدین که هوش مصنوعی درک درستی از قوانین نداره. من از چت جی پی تی پرسیدم، گفتم میزان حبس جرم خیانت در امانت، گفته از 6 ماه تا 3 سال. سوال دیگه ای کردم، گفتم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت، گفته جرم خیانت در امانت قابل گذشت نیست. یه سوال حقوقی پرسیدم، گفتم مرور زمان در دعاوی چکی که بین تجار صادر شده چقدره، گفته مرور زمان شکایت کیفری 6 ماه، مرور زمان دعوای حقوقیش 3 ساله، اونم مطابق ماده 118 قانون تجارت. حالا من کتاب قانون رو برای شما باز میکنم، این دو تا مورد رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اول میریم روی بحث اولیم در خصوص مجازات جرم خیانت در امانت. کتاب قانون رو باز میکنین. چت جی پی تی نمیدونه که مطابق ماده 104 اولا جرم خیانت در امانت که ماده 674 بود شده از جرایم قابل گذشت. دومین مسئله مهم، مطابق تبصره این ماده مجازات این جرم به نصف تقلیل پیدا کرده، یعنی شده 6 ماه تا 1 سال و نیم. موضوع بعدی در خصوص مرور زمان چک در دعاوی بین تجار، گفته بود مطابق ماده 118. ماده 118 قانون تجارت در خصوص شرکت‌های تضامنی اصلا ارتباطی با این موضوع نداره. بعد بحث مهمش مرور زمانشه، گفته بود 3 سال. ولیکن مطابق ماده 318 قانون تجارت مرور زمان چک در دعاوی تجاری که از طرف تجار صادر شده باشه 5 ساله، نه 3 سال. حالا با توجه به این توضیحاتی که بهتون دادم شما متوجه شدین که هوش مصنوعی درک درستی از قوانین نداره. هوش مصنوعی نمیدونه که برخی از جرایم قابل گذشته و شما با جلب نظر شاکی میتونید پرونده کیفری رو ببندید. هوش مصنوعی نمیدونه که قوانین اصلاحات داره و باید مطابق آخرین اصلاحات به شما مشاوره بده. پس اشتباه نکنید و به جای مشورت گرفتن از هوش مصنوعی حتما با یه وکیل مشورت کنید. برای دونستن اطلاعات بیشترم حتما کپشن رو بخون.